آره کاش که بارش رو بکنه کم کم کنه نبا کی نه؟ بیامو سلام علیکم بخیر شرکت جفایی بخیر سلامت شکر زنده باشی سلامت باشین زنده باشین بله من گفتم که برو ما شما تشکری کنم بیا بخونه بیا بله بیا بخونه بیا خب انال گپ بخور بگو من گفتم که من بیامدم که شما تشکری کنم برو به مدیر خواهم بگو تشکر چی خاطر چی تشکری چی از اینی که به خیلی خوشی بیامدیم به محله آمدیم انا بیامدیم به محله به چی به محله نه به بیامدیم ما دیگه بیامدیم به سراخ آمدیم که گردن و من و شاشه و اول تا به شب و آخر که دیشب بیدن من خونی که مثل بوزی وری میلرزیدم همین تا خنک میخوردم با تاثیرات که بودن تا زمینا چیز هم داشت خارمگلی شو کبیره میشد خارمگلی میخرید به پام انا 6 7 تا خارپشتک بیامدیم به سر ما آمده بیدن حالا گیل جان گپ با خیر خور بگو به طوره بارش هم بگی انا ما گفتم که تو برو بگو برو تشکری کن که گیلک بیامده گفته که مادر خود تشکری کن که خونی ما برفته وقتی که ما خونی شما بودیم تو سراخ میشدی جون تو گوی پیسپی میده چی؟ پیسپی خب نه گیلک تو گپ بخور بگو ما با خونی شما تو سراخ میشدی کی؟ میگی که شما با خونی ما بودیم ما جا نداشته نه با خونه شما نمیگم میگم محلگی ها خیر بینن که بیامدن به محله به شیشتنی پس به سراخ آمدن ما اجیر شدیم ما مثلا از ترس تورس خوب افتادیم ما بیامدیم به سراخ خب شما مردم نگاه میکنین کنه هر وقت خونه خوبیه شما بیاین خب حالا که ما میگیم که اگه خوبه دیگه نریم خوبه سیه گیلک جو برو به مدر خوب هر چی که تو میگی سیه تو کنه میگه تو برو به مدر خوب بگو عباس گیلک میگه که بگو نه گیلک میگه که تشکر باشه گیلک جو من میگم پامیت به زودترین فرصت با مدر خود میگم بفهمیدی یا خواهش هم از تو دارم خاله چوب اصلا خواهش من نگاه کن بر بگو این تستات چطور این هم اولی که بودوزک بفهمیدی این که اولی بودوزک خیلی خیلیه گردن من داشت یک دیپینیه خیلی تو ایش وقت یک دیپی نبوده تو کی پول داشتی گیلا هیچ وقت همین اختا خورم یکی کو کوشا خورم یکی کو کوشا خوسه کو تو ای کوش لنگ از برار من ای لنگ از من میگم خود خوخونی ایش کنبر من سر خبر داد کام خود سر تیپ خبر است کوشا کنبر تا سر تو آها ای ها ای کای ماس خبر است گیل لگا خیر تو برو با مدار خب کسی که مدار تو چی میگن شاید ما پولی بدن کو برو بگو اگه پول هم داد من میان درس را شما خاله بعد چیه دیگه برو گیل جو برو دیگه ما میگم ما گپ تو میگم تو بگو شاید پولی بدم میره برو دیگه برو بگو گیل دیگه برو بگو گیل تشکری باشه برو بگو گیل تشکری باشه که شما بیا اومده به سراغ ما خیال به سراغ کنه می‌رسید خوبه گیلا میگه خیلی بینی برو نه ندم پول من اگه پول بده به کسی خونه میکنم میام دست تو میدم تو به سر برای خود داری نداده نه حال وقت پوله کی پول میده برو گیلی برو خدا کنه دفعه دیگه که تو بین رختات یکی باشه خوبه برو بیچاره آنه خوب شطور بدیدم یک دقیقه بسته که کجی جان خوب شطور بدیدم ماما استمرو مدار سرا شما خوب انا تو برو به پیار خوب بگو گیلک گفته که خیر بینی خداوند شما خیر بده تشکر از شما باشه با مادر خواهم بگو تشکر گیلک گفته از شما تشکر باشه که من حال دلجمع بیغم شدم از چی دلجمع بیغم شدم؟ از امی که شما تا سهرا بیامدیم به سراخو میشینیم مادر ممقره که دیگه بیامدم به سراخو میشینم من دیگه شوار نی خنک میخورم نه هیچی به هیچی خب بخی سیه خوب شد برو نکن نه خود تو سکو که جیر جان
تو یک دقیقه میسته کی بگو تو برو به مادر خامال به پیار خوب بگو گله گفته مادر بابا انا تشکر باشه که شما بیامدین به سراخ به شیشتنی. اگه شما به 1 سال نمی آمدین مادر مینام نمی آمدن، چون ما میترسیم. ما نمیترسیم که به خاکی که نمیترسیم. ما شوا میتونم من خنک میخوردم، باور میکنی جاتو خیلی مثل یک بوزی وری من میلرزیدم، دیگ میلرزیدم. یکی همه کلمام همه شونه پهلو شده. بابا مفتدی چی اولاد میگی؟ بیامدی ما به خونه خواهمدی اصلا این به تو چی مربوطه تشکرم باشه خوبه وقت برو برای کن اصلا نخرم خدا دل من تو میناتو وقتی برو خود گیر کو برا جو خاطر که شما اگه نمی آمده ملگی نمی آمد ما هم نمی آمدیم. خود نمی آمدیم حالا من همه مگرم بازم بگم من به همه مگرم براتون در سر عباس اینا تشکری کردم. خود خیر بینی حتی او اصولا اتفاقا او به من گفت اگه چاش بسته که ما پاچک ببر کردیم چاش بسته که من گفتم میده شما به عذاب میشین منم استکم. نه دیل تو دیگ ما دومرو اگه تو به هوایی که ما با تو بیا بریم چاشته نه دیل جان دیگ ما دومرو وقت برو برای کار خود تو برگرد برو حالا کجا میری؟ من میرم کار دارم چی؟ برو به مادر خوب بگو سلام بگو. مادر من وقت ندارم مغز سر من خراب کردی وقت برو که با خدا من تو میدادم بخی وقتی من بگم که من بیامدم به قبرش تو خدا تر بخواهد داره بدر کنه کجیره به خیر خوشی از این کلون ترسی کفا گفت بیداره آها کجیره شما تشکر نه از بگم شاید تشکر از شما نه کله گردی و سعی تو به خدا می هستم همقدر تو نیم اگه تو مردی می دیگه بسه گمه برم از مادر جو بات کردی خیلی 100% بات الله خدا تو لولد نگی گله دل من 100% بات کردم وقت برو دکه بینی ننه جو کجیجو الهی که خیر نبینی ننه جو کجیجو الهی که خیر نبینی ننه جو کجیجو کجیجو خیر نبینی کجیجو خیر نبینی کجیجو خیر نبینی کجیجو خیر نبینی الهی که خیر نبینی ننه جو کجیجو الهی 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 که خیر نبینی ننه جو کجیجو رمضان اشتنی دانجوره کورتیار هستی تشکر باشه خیلی از شما چرا؟ مادر شما به سرایم برای شما با مادر خوب بگیم که گله گفته خیلی ننه شما تشکری کرده که شما بیامدیم به سراخ به شیشتنی. خب به سراخ به شیشتنی ما به شیشتنی بودیم به سراخ کی با سراخ برفته بودیم نه همین زلزله خود زلزله یک چند روز برفته بودیم به ته صحرا به شیشتنی دیگه ما از این نرفته بودیم الان برادر من خوب میفهمی به خاطر چی ما به خاطر ازی گفتم که شما برفتیم به ته سراخ به شیشتنی بیامدیم به شیشتنی خاطر که اگه شما ملگی ها همه لکمی ملک اگه نمی آمادم ما هم نمی آمادیم من هر شو خنک میخوردم خو یعنی تو به گول روی امی محله زنده ای گردن به من باشه ما به خاطر که شما این چه کار شما نه این بچه منه خب مشناسیم این چیزه اسمی و سبک تو که بگم عرفان با خدا یاد من برفتی بیدن عرفان این رقیف منه این گاهی وقتی به من دایی میده دست خود کاکا گیلش انه دایی گاهی وقتی میده به من تو مگره بدی بچه نادانه دایی بدی خود ندارم گردن من به تکیسام قشخل شی اگه یک ریپیه باشه قول هدف شما چیه بفرماییم عمل کنه هدف کی؟ هدف تو من با تو که سگ دیونه گرفت از 10 جمال چوریده این خاک به خیر خوشی می که جیره که بگیره این چیز که من رمک زرزد جا شما خیلی گل به سر من بباره نه گل به سر شما باره بس کن به سر من خب من رمک زرزد که مثل یک گلی بری بر رسم کشیدم بابا با چیشان بلغوزه اندختی که این گفتون که با مادر خود تشکری که گفت اگه
شرطی داره. یعنی تو با در سر همی همسایه میری تیک تیک میکنی که تشکری میکنی. خیلی تشکر از شما. واقعا نور چشم مانی که بیامده من هر چه خنک میخوردم. اگه شما نمیام مادر من کتر صندوق کرد. باور کنید مادر من میترسه که ایتا شما بگم تا که دارم به درون به پاکستان بشین دیگه مرز تخلیه میکنم. میرم به مرز. خدا 100 لا تو هم مادر کتر صندوق داری. اوتا خنک میخورم. من نمیترسم. من خیلی خنک میخوردم. این شب باور کنید میای 6 هفته خود پشتک بیامده به پرین پچخون ما دیگه هی استخون چوریده میخوردم. انا من نترسیدم. البته به سر زیارت ها رفتین خیمه و خواب پاکر؟ نه. کجا بودین؟ بینجی ترمون زمینا. خود سیه دیگه امر فرمایش دیگه بیامادیم ما. خبر دارم. ما بیاماده. خیر بینید که شما بیاماده. خلاص. اگه شما نمیاماده ما نمیاماده. یعنی شما به پول روی بازنده. میگو من به چور تامینم که آخر تو چه کار میشه؟ آخر کی؟ آخر تو هنه سندم برسید به پیری. آخر تو دیگه چه کار میشه سرکلی افرنگ و یه عقل کمال همین چی؟ صفر. اینجا به درد من نمیخواد عقل کمال گره که دیگه خود خمه برم. کجا میبینی؟ تا زیاره. صحیحه دیگه. الحمدلله اشتنی جنجر خیریت تیار هستیم. اجازه بگیره اگه اجازه هست از اینو بشکنم یا نه؟ اجازه نمیگیری شروع میکنی به شکستن. از ما شما میگه خب نه باشه که بعد آدم اجازه کو بگیره. الحمدلله مادر شما به صدایم. چرا باز بیامده که با یک بامدگی به تلخونی مثل روز که دل امر به تلخوندی باز بیامده که یک بامدگی به تلخونی. نه شما چه کنیم؟ مادر ما گفتم بره با مادر لله سلام بگو بعد از سلام زیاد که شد بگو که ما خیلی از شما تشکر میکنیم که شما بیامدین به سراخ آمدین به شیشتنی که ما خاطر که ما عرش و خنک میخوردم ما خنک میخوردم شما من مادر من میترسید من خنک میخوردم انا گرم به محلگی بیامدم مادر من گفت برو من هر چی که سرای خان و غریبه همین خانا و همین غریبا و یخنکنده و دربدرار همه بگو. چی بگو؟ تشکر کن. خب حالا که تشکر کنی ما چیکار کنم؟ نه گفتم تشکری کنی چیز چاری هم حداقل میچسبه به تو. هیچ چی ما نداره مالک بده. هیچ چی نداره. ما یک هفته 2 هفته بیشتر همیشه که به تا زمینای مال بیامدیم به خونه خامده. هیچ چی نداره. یک ورد نه ور نداره. گناه داره. نداره گناه. تو چرا امیر من از تو پرسان کنم تو چرا برای کار غریبی نمیری بره خونه؟ نداره بخونه خونه. حالا گپ مر بشنو تو چرا واسه کار غریبی بخونه میری؟ تو کاروبار تو دیگه اینه که یک دم بری مردم بترسونی یک دم بری تشکری کنی. نمیشه اگنونه. نه دیگه چی میشه برو بخو کار کن. تو با تو کی میبری واسه هر کاری بخوری کار کنی کار پیدا کنی. دو این وقت ما تو دیدم امیر اختار تو همین کوشا جوالار منه. خب میگم دو وقت ما دیدم امیر این کلا هم چه مسئله بود پیدا کردی. برو بخو کار کو یک دست رخت هر بس تو بر خو تا عاقبت هم نمیشه امیر تشکر. از شما تشکر. وای من چه خنک میخوردم. چرا تو چوکیدار کنه نبودی که خنک میخوردی؟ نه با تخیمه. تو کجا کاری اساس ساختنی یعنی میگه یا مردم اونور خبر نداره مادر شما مادر بچه‌ها شما چاش چی بابر کردن من میتونم دولت سر شما چاش دیگه چی حاله؟ چیه؟ به غیر از قلورتروش قروتی همینه دیگه یا شلاماش دیگه چیزی نیه. گپی نیه بریم. میری خود ما میری؟ خود شما میگی. خب تو میگم یعنی قروتی داره ما یا قلورتروش یا پاتیما. هر آتاشخاله باشه گپی نیه بریم. بیا. بریم. خیر بینی. خیر بینی لاله نیلیلا. نمه کیه؟ نون خشک پلاستیک کنه روی کنه داری بردار بیا. نون خشکیه؟ بده بابا. نمه کیه؟ نون خشکی پلاستیک کنه روی کنه مز کنه آن کنه داری بردار بیار. ماما جان سلام علیکم. علیکم ماما. چی میخری ماما؟ چی داری؟ لاگ، نون خشکه، آهن، آلومینیوم، مس، روی هر چی داری. ماما از شما تشکری کنم. بابا چی؟ ای چیه؟ ای خب بلنگوییه. خب بدم. ای دست بچه ها گفتم نده. سه میکنه ماما. خراب نمیکنی؟ نه. خواسته. از شما چی بگو ماما؟ ای بعد شما بعد تمام. یک دقیقه. اجازه.
ما تشکری میکنیم از تمام مردم قریه خوب، ما عمله خود تشکری میکنیم که بیامدیم به سراخ و بیامدیم به خاطر که ما شو میترسیدم. ما دیش هر شو همین یک ما میت خنوک میخوردیم که باور کنیم مثل بز ولی میلرزیدم. همین ماما نمکی و نون خشکیت همین ماما تشکر که شما همین چیز بیامدیم من هستم که ما مردم بگم همسایه خداوند شما خیر بده. داغ اولادا خود نبینید. تشکر از شما که بیامدیم مثلا خو آمدیم ما چیز ما بده کاکا بده ما وقت ما بگرفتی. گپ تو چیه؟ بلنگور وردش تشکری تو بده ماما خود کله گنده خود گپ من خلاص شه. میتونم میزنم میه بابا خاطره روش خور بگیری برو نمایه دور کن خود خواهد برو ما کاکا شمونو کاکا منی برو دیگه با تو بگم مرتکه بیعقلی آنه ساده خدا متشکری میکنم. مردی بیا اینجا مردی بیا یک دقیقه تو بس سکت مرتکه دیونه آدم بیکار میگه پیدا نمیشه. من تشکری میکنم که شما بیانده با خونه خود چیه بیعقل خدا. نمکیه نون خشکی پلاستیک کنه روی کنه نز کنه آن کنه داره بردار بیا. کجا بودی گیلا؟ بله بابا کجا بودی؟ من هیچ جا براتم ایته اوته بود همسایه رو داد کردی؟ کی؟ تو دیگه هیچ کار وظیفی نداری. چه کار کردم؟ تمام حق همسایه رو هم بداد کردی. گفتی 10 سال و سال تک تک کردی که از اونا تشکری کردی. چی خاطر تشکری کردی؟ نه گفتم. نه چی گفتم؟ نه گفتم که ما تو گل اگر شو خنک میخوردی من میترسیدم. انا چیزه انا بریم چیز کنیم. انا بریم بر از همسایه تشکری کو که انا اینا چه شده. انا بیامدم به سراخ آمدم ما بیامدیم به سراخ. خب یا ما بیامدیم به سراخ مردم بری تشکری کنی. خب اگه مردم نمی آمدن ما می آمدیم. چرا نمی آمدیم خونه بساط خیاله میکردم؟ اگه خونه بالا ما خدای نکرده خاک به زبون شما بابا خاک به زبون شما. اگه خونه بالا شما میلیم میدن ما چه کار میکردیم؟ ما که زنده میموندم ما شما بیرون میکردیم. چی میگفتم تا شما گارو خود دل خود بتخوندی گریه کرده. یعنی هموخ در عقل کمال تو هموخ داره. کدوک زا که تو بری 10 سال به سال تو کلی نکن. نه من گفتم تشکری کو. تو مونده نشوری که 10 سال به سال تک تک کردی که از اونا تشکری کنی. نه من گفتم تشکری کو شاید چیز میزم تو بچسبه. وای خدا من میگم تاگی شده بزنه که یک از ما بخوره 6 تا دیوار. برو دیگه برو سر دیگه. پیار من به نیکی نمیفهمم.